به نام خداوند بخشنده مهربان سلام. برنامه نوبتی کتابخوان است و در برنامه امروزه مصاحبه ویژه داریم که نویسنده، فیلمنامه‌نویس، نوازنده، کارگردان فیلم‌های کوتاه، محقق و پژوهشگر خانم مریم ترابی. خانم به برنامه خیلی خوش آمدید و امید دارم که حال و هوایتون خوب است. شما که از شهر شیراز و فردوسی و سعدی و اینها تشریف آوردید به برنامه و طولی چند وقت است که مهمان هستید در تاجیکستان، با پژوهش مشغول هستید و تحقیق میکنید و ما هم خواستیم که شما در برنامه کتابخوان شرکت ورزید و تجربه کتابخوانی در کشورتان را که خیلی رشد کرده است، توسعه یافته است، با ما تقسیم کنید. شروع کردن به کتابخوانی یک نفری که اگر میخواد شروع کند یا تبلیغ برایش یا هوسمندگردانی ما میگوییم که شود و دست به کتابخوانی بزند، در شما چجوری صورت میگیرد و نظر شما به این موضوع چیه؟ بسیار سپاسگزارم از شما جناب دلیر که منو به برنامه کتابخوان دعوت کردید. بله، من مریم ترابی هستم، از ایران اومدم، به مدت 5 ماهه به تاجیکستان اومدم و واقعا شهر بسیار زیبا و مردم بسیار مهربان و خونگرمی هستن. در رابطه با خواندن کتاب، ما ابتدا هر کتابخوانی که بخواد آغاز کنه به کتابخوانی باید با نویسندگان معروف کشورهای مختلف اونها رو اول بشناسه، پیدا کنه. مثلا اینکه در فرانسه چه نویسنده هایی وجود داره، در اسپانیا، در ایران و خود تاجیکستان. ما اول میایم یک لیستی از نویسندگان تهیه میکنیم و بعد اینکه ما بررسی میکنیم چه کسانی جایزه نوبل گرفتن. ببینید مثلا کسانی که جایزه نوبل گرفتن رو میایم نگاه میکنیم و چه کتاب‌هایی جایزه نوبل گرفتن. اونجا ما متوجه میشیم که ذائقه و دید مردم و اون داورها به اون کتابی که جایزه گرفته یا جایزه سال شده، ما متوجه میشیم که چه کتاب‌هایی با ارزشن و ارزش خواندن دارن. چون ما باید متوجه بشیم که ما چه کتابی و چگونه کتابی رو میخوایم شروع کنیم. و اینکه در رابطه با وقتی که ما یک نویسنده ای رو میریم بررسی میکنیم، مثلا میریم آلفنس دوده از کشور فرانسه رو بررسی میکنیم، در خود اینترنت نوشته شده که یه قسمتی هست، حالا من در سرچ ایران به این شکل که میگیم ویکیدیا، در اون قسمت یه قسمت هایی وجود داره که میگه این نویسنده از چه نویسنده هایی هم الهام گرفته. مثلا در خود کشور فرانسه ما میبینیم که آلفنس دوده، میبینیم مثلا گیدو موپاسون و امیل زولا الهام بخش بودن از فلوبر. خب این فلوبر کسیه که مادام بوواری رو نوشته. مادام بوواری یکی از کتاب‌هاییه که هر انسانی قبل از مرگ باید بخونه. خب این رمان مادام بوواری چی داره که الهام بخش 3 نویسنده دیگر در همان کشور بوده؟ ما باید به این چیزها ابتدا یک ذهنیتی داشته باشیم و ما میایم از قرن 18 شروع میکنیم، قرن 19 شروع میکنیم نویسنده ها رو. من یک مثال براتون بزنم. مثلا در کشور اسپانیا ما گابریل گارسیا مارکز رو داریم. میریم و میبینیم خب این بهترین کتابش چه نوع کتابیه و اونو در لیست خوانش ما قرار میدیم. مثلا در ایران ما میگیم که اگه میخوایم داستان کوتاه کار کنیم، داستان کوتاه بخونیم، مایل به خواندن داستان کوتاه هستیم، خب علی اشرف درویشیان یکی از غول‌های داستان کوتاه در ایرانه و ما میایم کتاب‌های ایشون رو خوانش میکنیم. بزرگ علوی، جلال آل احمد، صادق هدایت و الان خب اینا رو ما خواندیم و حالا میخوایم ببینیم که در نسل جدید مثلا در قرن 21 چه اتفاقی افتاده. در قرن 21 به همین شکله. مثلا یک کشوری به نام استرالیا ما داریم که به شدت الان داره رشد میکنه، توسعه فرهنگی پیدا کرده. مثلا من دارم ظهور نویسندگان صاحب فکری که مثلا مثل استیو تولز یک کتابی به اسم جز از کل رو نوشته. بله. بسیار کتاب زیباییه و ببینید اینا اومدن چه کار کردن. نویسنده های اون کشوری به نام استرالیا اومدن از دغدغه‌های فرهنگ بومی، مهاجرت، هویت ملیشون اومدن
اومدن به این مسائل پرداختن و بعد تبدیل به نویسنده‌ای مثل تولز ازش میاد بیرون. میریم یک کشور مقابل، مثلا در انگلستان، الان در قرن 21 که ما بخوایم کتاب‌های نویسنده‌های نوظهور رو نگاه کنیم، جوجو موویز هستش که دختری که رهایش کردی، من پیش از تو، پس از تو، این کتاب‌هایی هستن که ما میخونیم. من اگه بخوام حالا به معرفی کتاب در صحبت‌های بعدیمون میپردازم از نویسندگان خوب، اما میخوام بگم که اگه یک جمع‌بندی از سوال الان ما داشته باشیم اینه که ما ابتدا میریم نویسندگان معروف کشورهای مختلف رو بررسی میکنیم، از قرن 18 شروع میکنیم تا قرن 21 و بعد میایم افرادی که جایزه نوبل گرفتن و مثلا در کشور ترکیه به تازگی طی چند سال اخیر آرهام پاموک. بله حالا ما در ترجمه موزه معصومیت ایشون اومد جایزه نوبل گرفت. خب بله. این در کشورهای اطراف. من پیشنهادم به کسانی که در تاجیکستان و ایران و فارسی زبانانمان این هست که ابتدا از کشورهای اطراف ما، مثلا در همین افغانستان شروع کنم. ما در افغانستان خالد حسینی رو داریم، ما در ترکیه اورهان پاموک رو داریم، در ایران غول‌های ادبیات رو داریم. ما از همین کشورهای اطراف شروع میکنیم و بعد میریم به سمت ذائقه کشورهای حالا اروپایی چیه، کشورهای آمریکایی ذائقه‌شون به چه شکله و ما با فرهنگ کشورهای مختلف و خوانششون آشنا میشیم. خب تشکر. 5 ماهی که در تاجیکستان هستید و شاید سری هم به کتاب فروش‌ها زدید، چون معمولا که رشته‌تون محقق و پژوهشگری است. چی اتفاق میافتاد وقتی که شما، یا چی اتفاق افتاد وقتی که به کتابخانه‌ها رفتید و نظارت میکنید جمعیت راه میروید، خیابان‌های مرکزی میگردید، معمولا در شهر زندگی میکنید، به فکر شما کشور تاجیکستان در سمت مطالعه، خواندن، تهیه و پخش نشر کتاب، همچون یک سیاح، همچون یک نفری که از بیرون اومدید، نظرتون چی است؟ خواهش میکنم خالصانه بگید. من ندیدم کتاب فروشی زیادی به عنوان مثلا دوشنبه پایتخت یک کشوره. ما مقایسه اگه بخوایم کنیم مقایسه غلطه، ولی برای اینکه الهام بخش باشه ما این پیشنهاد رو میکنیم. در ایران در شهرهای کوچکش حداقل ما 7 مورد کتاب فروشی داریم، 7-8 تا کتاب فروشی در جای شهر، در یک شهرستان، در یک شهر کوچک، حالا پایتخت که دیگه دریایه. خب ما به عنوان اینکه دوشنبه پایتخت تاجیکستانه انتظار میره که کتاب فروشی های متعددی داشته باشه و مثلا خب چون اینجا یک کشور آزاد و توریست پذیری هست، ما انتظار داریم که ترجمه های مختلف و زبان های مختلف این کتاب ها باشن. مثلا من در کتاب فروشی رفتم و نتونستم یک کتابی به زبان فارسی من تهیه کنم. خب فقط 2 زبان اینجا من دیدم، روسی و انگلیسی کار میکردن و من گفتن خب شما چرا یک بخش خیلی کوچکی در اختیار مثلا، خب ممکنه یک مثلا از ایران بیاد، خب ما باید یه بخش اختصاص بدیم به فارسی زبانان، به روسی زبانان. و من میگفت این کمبود وجود داره و من به یک کتاب فروشی دیگه رفتم، فکر میکنم شما 2 تا بیشتر، اگه اشتباه من 2 تا بیشتر ندیدم، تقریبا 4 تا. من 2 تاشو سر زدم. همین مشکل بود، یعنی و مشکل بزرگ اینه که کمبود کتاب هست. یعنی اگر یک کتابی وجود داره ما نمیتونیم کتاب‌های بروزم ما در این کتابخونه پیدا کنیم. در هر کشوری معمولا وقتی کتاب خوانده می شود بررسی می شود، نقد می شود، تحلیل می شود. بله. شما میونی اهل ادب تاجیکستان هم بودید، شاید ارتباط داشتید، در محفل ها حضور داشتید. این موضوع چگونه بود و نظرتون چی است با نقد ادبی، با اون کتابی که میخونم بررسی شود و معمولا در موضوع چی کتابایی با شما صحبت میکردن؟ نویسنده‌های ما اگر شناس دوستاتون باشند یا شاعر ما یا نمیدونم اهلیزی و ادبی ما، معمولا چی کتاب‌هایی را دنبال می‌کردن وقتی که شما با آنها صحبت می‌کردید و برداشت نظرتون چی است؟ این نظر شخصی من هست و این نمیتونه بگم که یک بسته کلی وجود داره. فقط نظر شخصی شخصی من هست. خب من که به همین محفل‌ها رفتم، خب کشور تاجیکستان بسیار به شعر علاقه دارن و من بیشتر تونستم با شاعران در ارتباط باشم. نویسندگان محدودتر بودم. من نویسنده رمان نویس زن تا امروز
که در این 5 ماه هست به من معرفی نشده، یعنی من ندیدم به من ولی شاعره های زیادی من دیدم. و در تاجیکستان یک اشکالی که من فکر میکنم بهش وارده اینه که جلسات نقد کتاب یا وجود نداره یا اندکه یا انقدر گسترده نیست که هفته یک بار یا 2 هفته یک بار یک کتاب مثلا خیلی مطرح سال که خیلی سر صدا کرده، مثلا من خیلی یک کتاب خیلی معمولی مثل الیف شافاک در ملت عشق مثال میزنم، بارها و بارها این در کشورهای مختلف مورد نقد قرار گرفت. من نمیدونم در تاجیکستان این اتفاق افتاد؟ اصلا اتفاق نیفتاده است که نقدی همچنونی شده باشد. بله. ملت عشق همینو بگم که باید کتاب هایی که این کتاب ها چه هستن که انقدر سر و صدا به پا کردن و ما بیایم اینا رو نقد کنیم. در بحث شعر من ورود پیدا نمی کنم چون من شاعر نیستم، در بخش مشخصا رمان و داستان کوتاه فعالیت می کنم، ولی این جلسات نقد کتاب من ندیدم تا به امروز. و یک اشکالی هم که وارد هست به قشر روشنفکر و تحصیل کرده در این کشور اینه که نظر شخصی من اینه که بسیار تعصب روی آثارشون دارن. این تعصب نشان دهنده اینه که اگه ما تعصب داشته باشیم نمیتونیم رشد کنیم. گاهی اوقات ممکنه من به عنوان یک مخاطب ایرانی نوشته یک فارسی زبان رو از دید خودم نپسندم و مورد نقد قرار بدم و یک نقد خیلی معمولی، نه خیلی نقد عمیق، و بعد من متوجه میشم اینجا بر نمیتابن این مسئله رو. خب تا ما نقد نکنیم، تا چیزی که در ذهن ما هست رو مطرح نکنیم و دیگران اون رو نقد نکنن، این در ما پخته نخواهد شد. اون آثار هنری ما به مرور زمان پخته خواهد شد. ما ممکنه یک داستانی رو بنویسیم و اینو در معرض دید دیگران قرار میدیم، یه عده ازش استقبال میکنن، یه عده انتقاد میکنن، ما میریم اون انتقادها رو بررسی میکنیم به چه دلیلی و بعد یواش یواش طی سالها اونو اصلاح میکنیم در نوشتارمون. و اگر شخصی مثلا مخاطب عام داره اشکال میگیره، ایراده میگیره، انتقادی میگیره، خب اونو با دیده منت قبول میکنه، ولی وقتی از یک قشر فرهیخته داره از شما انتقاد میکنه، تعصب بیش از حد باعث عدم رشد میشه. بله. ببینید ما اکثر کتاب‌های خوبی که امروز در دنیا معرفی میشن یا نویسنده‌های خوبی معرفی میشن در نتیجه مهاجرت ها، مثلا این خالد حسینی که گفتیم از افغانستان اومد کتاب‌هاش رو در یک کشور پیشرفته دنیا آمریکا نوشت و همین خیلی دنیا پخش شد. یا مثلا این الیف شافاق که هم در ترکیه زندگی می‌کرد هم در انگلیس مثلا یا انگلیستونه که میگه چمو اونجا مثلا، یا که یک نفر همین خیلی مهاجرت کرد. شما هم که از کشورتون هجرت کردید به تاجیکستان اومدید و اینجا تحقیق میکنید، شاید داستان‌های کوتاه می‌نویسید یا رمان می‌نویسید، تا به امروز اتفاق افتاده است که یک داستانتون رو جای نشر کنید. اصلا نشریات ها برخوردشان چگونه است جایی که نشر میکنن این کتاب ها رو در تاجیکستان جای اتفاق افتاد که براتون توصیه شده بود به فلان نشریات رفتید یا مشکلی های وجود داشت و با نظرتون در این موضوع چی است؟ شاید شما بخشش شما شاید در اینجا یک کتاب نویسید، یک رمان نویسید که فردا اگر این کتاب معروفیت پیدا کرد گویند که این کتاب در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه نوشته شده. بله درسته، همینطوره. تاجیکستان یا خوشبختانه یک فضای باز برای نوشتار هست، یعنی ما نویسنده نیاز نیست سانسور کنه خودشو. یک خودسانسوری در مردم هست اما این سانسور در سیستم بالا انجام نخواهد شد و این خیلی برای یک کسی که میخواد در فضای هنری کار کنه بسیار قابل تقدیر و فضای بازی پیش رو داره. من خودم 2 تا از داستان‌هامو به نشریه علم و صنعت دادم و جناب پرده حبیب بسیار استقبال کردن که من بسیار شگفت زده شدم از این قضیه، چقدر خوب منو درک کردن، نوشته هامو فهمیدن و گفتن که چاپ میکنیم. میخوام بگم اینجا فضا باز هست برای افراد برای قلم زدن و این سانسورها و اون شدت و حدت در اینجا وجود نداره. شما در این 5 ماه اگر با جامعه توجه کرده باشید، به فضا توجه کرده باشید، اگر خواهید چیزی بنویسید دقیقاً چی موضوعی را میخواهید بررسی کنید در شهر که گشتید دیدید؟ مثلا چی موضوع است که شما را جلب کردن در تاجیکستان؟ چیزی که دغدغه من و رنج من همیشه بوده مسئله زنانه.
رسیدگی به مسئله زنان برای من خیلی مهمه در رابطه با زنها نوشتن. ببینید من همیشه گفتم، من اینو آریه میگیرم این صحبتو از جایی شنیدم، گفتن شما اگه بخواید فرزندتان را تربیت کنید از چه سنی شروع میکنید؟ یکی گفت که از همان نوزادی، یکی گفت از 7 سالگی، یکی گفت زیر سن 7 سالگی. اما اون آقا گفت که زمانی که به خواستگاری یک دختر میروید فرزندتان را تربیت میکنید. میخوام بگم که زنها اساس و چارچوب یک زندگی هستند. فرهنگ آنها، ایده های آنها، طرز تفکر آنها به نسل های بعد منتقل میشه. ما باید زنانمون پیشرو باشن، زنان ما کتابخوان باشن. کتاب شاید نان نشود، ولی من اینو همیشه میگم، از ژان پل سارتر آریه میگیرم این حرفو. میگه هنر و ادبیات نان نیست اما شراب زندگی است. ببینید به ما کمک میکنن و ما باعث میشه که فرزندان بهتری، نسل بهتری داشته باشیم. من نظرم اینه که زنها باید پیشرو باشن، اعتماد به نفسشون افزایش پیدا کنه در جامعه. ببینید در ایران وقتی که ما در شبکه‌های اجتماعی پیگیری میکنیم، مثلا یک کارشناسی مسائل اقتصادی، کارشناسی مسائل سیاسی، حتی در همین رشته ادبیات و کتاب هم اونقدر زنها فعال هستند، اونقدر تحلیل میکنن، نقد میکنن، میان در برابر مردم بحث میآورن. فکر میکنید در کشور ما چرا خیلی کم است؟ اصلا که ما میخواستیم در این برنامه هم خیلی زنهای زیاد، خانم‌های زیاد باشن، ولی به ندرت میشود پیدا کرد که اطراف کتاب و مسئله خواندن و هر مسئله دیگر تحلیل شود. فکر میکنید برای جامعه‌ای که چنین مشکل رو دارند سببش چی است؟ از دیدگاه شخصی خودتون از کجا سرچشمه میگیرد که ما چنین زنان تحلیلگری که در ساحه‌های گوناگون داشته باشیم و حرف داشته باشن، حرف آزاد داشته باشن، تصمیم‌های آزاد گرفته توانند و بیان با چالش بکشن موضوع‌ها رو خیلی کم داریم. با فکر شما از کجا سرچشمه میگیرد، منشأ میگیرد همین گونه موضوع؟ ببینید فرهنگ خیلی مهمتر از اقتصاده. همیشه میگن که شاید این بهانه رو من در همه جا شنیدم که چون اقتصاد ضعیف است ما نمیتونیم کتاب بخوانیم، ما فعالیت نمیتونیم کنیم. من میگم که نه، اتفاقا ما همیشه در طول روز در 24 ساعت میتونیم 1 رو 20 دقیقه، همین 20 دقیقه های کوچک کوچک در طول سال بسیار جواب میده. 20 دقیقه فرصت یک رمان خواندن نداریم، یک داستان کوتاه. الان یک صنعتی به اسم مینیمال ظهور پیدا کرده، همین مینیمال هایی که شاید در 4 خط نوشته میشه، هر روز یک داستان، یک جمله، یک کلمه زیبا، یک نشانه که ما دریافت کنیم، اینا همه در جهت رشد و تعالی ما تاثیر میذاره و این باعث میشه دروناً ما اعتماد به نفس پیدا کنیم. وقتی زنی فیلم های خوب نتونه ببینه، کتاب های خوب نخونه و معاشرت هایی با افراد کتابخوان و کتاب دوست نداشته باشه، ناخودآگاه بر عزت نفسش در ناخودآگاهش تاثیر میذاره و این پژمرده میشه. علتش رو نمیدونه چیه، علتش یواش یواش در خودش فرو میره و این افسردگی باعث میشه، این عدم اعتماد به نفس باعث میشه که خودش رو سانسور کنه و اگر خیلی جسور باشه در نوشته هاش باز خودش رو سانسور میکنه. من دیدم در اینجا شعرهای زنان خودسانسوری بود، به خاطری که نگران بودن که مبادا اگر حرف از عشق بزنیم، یه اتفاقی که دقیقاً در کردستان بود، یک کتابی من خوندم، وقتی از عشق حرف میزنیم یک علامت سکوت، یعنی یک زن نباید از عشق حرف بزنه، مورد هجمه قرار میگیره. من فکر میکنم که نگران نوع برخورد خانواده ها هستن، نوع برخورد همسر، خانواده همسر. اینا باعث میشه که اگر بیان یک صحبت کوتاه کنن این اضطراب ها در وجودشون زیاد میشه و نمیتونن مدیریتش کنن. اگر من فکر میکنم این عدم مدیریت کردن باعث اضطرابشون میشه و در جامعه حضور پیدا نمیکنن. دقیقاً پیش از آن که امروز صبح به ثبت این برنامه می اومدم با خانومم یک چنین بحث داشتیم که اون مثلا من گاه کتابا رو میبرم دیر میخوند یا کم میخوند و یک بحث سر این بود که زنها در کشور ما بیشتر مشغول کارها هستند، تربیت فرزند و
اگر زن دهاتی باشد اون رفتن و چیندن و کارهای زیاد. آیا باعث می شود که این کارها برای یک زن مانع ایجاد کنه برای انجام دادن کار فرهنگی یا خواندن کتاب یا تحلیلگر و صاحب نظر شدن و چی باید کرد که این مشکلی برطرف شد از نگاه شما؟ مثلا این مشکل در شما هم وجود دارد؟ یعنی شما چی می‌بینید از این زاویه این بحث رو؟ بله، زنها در همه جا این مشکل رو دارن. من خودم یک مادرم و زن اولین کارش اینه که مدیریت منزل رو داشته باشه، یعنی بچه ها آماده باشن، غذا آماده باشه، همسر خسته میاد، باید یک فضای مناسبی داشته، چون اگر اون فضا هم مناسب نباشه تعارض‌ها و شرایط بدتری به وجود میاد. پس باید همیشه خانه در یک آرامش و یک شما چی میگید بهش، یک تمیز باشه، همیشه پاک باشه. بله. ولی من از یک چیزی از خانم ها از این برنامه میخوام که از یک اصطلاحی به اسم مدیریت زمان استفاده کنید. من خودم یک زنم، صبح که از خواب بلند میشم، به هر حال منم شما میگید آشپزخونه. بله. آشخانه. من وارد آشخانه میشم، اولین کاری که میکنم خب من تایم میگیرم، زمان میگیرم، میگم 3 دقیقه من گازو تمیز میکنم، در 5 دقیقه ظرف‌ها رو میشورم. خب و حالا یه سری کارها که در آشپزخونه هست و مرحله غذا پختن 1 ساعت تایم براش میذارم و بعد میذارم پخته بشه. 1 ساعت و نیم من در آشپزخانه هستم، وظایفمو به درستی انجام میدم در تایم. 3 دقیقه این، 5 دقیقه اون، 10 دقیقه این، 1 ساعت و نیم و بعد میرم پشت مانیتور خودم، لپتاپم و شروع میکنم که اولین داستان کوتاهمو استارت میزنم، یا سریع اگر فرصت ندارم یک داستان کوتاه یا یک جمله زیبا از یک فیلسوف، از یک هنرمند، اون روزمو اونجوری آغاز میکنم، سر کارم میرم و بعد که برمیگردم دوباره همون مسئولیت ها. اینا همه هستن. ما فکر میکنم ما زنها مدیریت زمان نداریم، یا اینکه شاید اگر ما بسیار زیاد تولد فرزند کنیم شاید یک مقطعی نتوانیم یعنی به تعویق بیفته. ولی باز من میبینم که زنها مثلا دیگه مثلا سنشون 55 سال دیگه، بچه ها رفتن، همه، هیچ کس دیگه در منزل نیست، درسته به تعویق میفته، شاید به جوانی نشه، ولی باز میشه همین زنها همون در همون سلمون باز قبول داریم بیان در جامعه و در فضای جامعه قرار بگیرن و اندیشه هاشون رو ارائه بدن، حالا یا در جوانی یا در سنین بالا. بله. خب من واقعا به این نظرم که وقتی یک زن میتواند یک طفلک زیبا، یک فرزند زیبا به دنیا بیارد و یک شخصیت خوب به جامعه اهدا کند، حتما میتواند یک رمان خوب بنویسد، حتما میتواند یک شعر خوب بنویسد. وقتی که یک زن میتواند فرزند به دنیا بیارد حتما میتواند تولید کنه یک رمانی بهتر و خوبتر. پیش از اون که به خلاصه برنامه برسیم، کتاب در تهران یا که در ایران عموما چقدر تبلیغ میشود کتاب و کتابخوانی و کوتاه میگفته تا ما از تجربه شما هم اینجا برای بیننده کتابخوانی و برای جامعه خودمون چیزی گرفته باشیم، کتاب چگونه تبلیغ میشود در کشور شما؟ بله، در اینجا تبلیغات ضعیفه. یعنی ما هیچ بنر، هیچ چیزی ما نمیبینیم که ما بگیم مثلا در شهر در طول شهر نمیبینیم، و یا حتی یک شما اطلاعیه میدیم ما نمیبینیم که فلان محفل وجود داره، خب فلان محفل کتاب نقل میشه، در شهر عموما وجود نداره. یا یک مرکزی باشه. حالا من در ایران به این شکل بود که ما در یک مرکزی بود میگفتن که هر هفته ما نقد کتاب داریم دیگه، هر کس خودش دست به دست حالا میشه و میومده. مراکزی که بیان نقد کتاب مشخصا کارشون این باشه بپردازن وجود نداره. تبلیغات ضعیفه. و من ترجمه های من اشاره بکنم به بحث مترجم. ببینید کتاب در ایران به ترجمه های مختلفی چاپ میشه. مثلا همین من اشاره باز فیدبکی بزنم به مادام بواری، مثلا میگن که کتاب ترجمه آقای قاضیزاده یا صحابی، یعنی ما انتخاب میتونیم بکنیم که اون کتاب با چه ترجمه‌ای باشه. ما مترجم در اینجا من میبینم بسیار من شگفت زده میشم، هر فردی به 2 زبان یا 3 زبان مسلطه بدونی که خودش بدانه. یعنی ببینید مثلا اکثر اینجا روسی بلدن، انگلیسی بلدن، حتی من دیدم هندی بلدن. بعد چی میشه که کتاب‌هایی در اینجا حضور داره که ترجمه نیست، یا ترجمه اگر هست ترجمه 1 نفر
ما باید از ترجمه‌های متفاوتی استفاده کنیم، تبلیغ کنیم، جلسات نقد کتاب بذاریم، مراکزی که در کار مثلا اتفاق نویسندگان که مشخصا دارن کار میکنن اونها باید اطلاع رسانی کنن. من یا همین بحث‌های مجازی شماها که برنامه کتابخوان هستید، هر روز یه برنامه اختصاص بدید و چالش برگزار کنید. مثلا اینکه آخرین کتابی که هر کس خونده کی بوده؟ پرسیدید از تاجیکستان، در صورت سوال پرسیدید از نفرانه جواب چی بوده؟ بگذارید. خواهش میکنم پرسیدید از جواب چی بود. مثلا از من بسیار وقت من هم میپرسم ولی خیلی سال طولانی میگن که نخوندن. خب چی بود؟ من خواستم چی بود پاسخ؟ من از این سوال شما عبور میکنم. اما در کتابخانه هاشون که یک نگاهی انداختم، کتابخانه شخصی، البته کتابخانه شخصی، کتاب‌های خیلی قدیمی قرن 18 19. من اشاره کردم که هر کسی که میخواد کتاب بخونه از آنجا شروع کنه، اما مثلا الان در قرن 21 هستیم. چی میگذرد؟ الان مثلا در ایران مصطفی مستور حرف برای گفتن داره، خب، و عباس معروفی حرف برای گفتن داره. مثلا من باید بدونم که الان در بحث مهاجرت رضا قاسمی خیلی خوب نوشته. خب من باید اینا به عنوان یک ایرانی بدونم که حالا درسته که صادق هدایت و بزرگ علوی هست، درسته که میدونم بزرگ علوی از آلبر کامو در واقع الهام گرفته یا جلال احمد رفته از داستایفسکی در روسیه الهام گرفته، اما باید بدونم که نویسنده های بروز ما الان کتاب‌هاشون چی هست، یا کتاب سال امسال چی بود، ما بخونیم کی امسال جایزه نوبل گرفت، چه ارزشی اون کتاب داشت، در کدوم کشورها، مثلا ژاپن، ذائقه مردم ژاپن چیه در نوشتن. و همیشه این سوالو از من خانوم‌ها میپرسن، چه در ایران چه در اینجا. من دوستانم سوال میکنن که ما چه کتابی بخونیم. خب من دارم به شما میگم اگه میخواید کتابو شروع کنید، اول از کشور خودتون و بعد از کشورهای اطراف شروع کنید، از ترکیه، افغانستان. کتاب‌های نویسنده‌های معروف رو شروع کنید بخونید و کتاب‌هایی که جایزه گرفتن، جایزه نوبل گرفتن، اونا رو بخونید و بعد برید ذائقه‌های کشورهای اروپایی، آمریکا و دیگر مناطق رو بررسی کنید. و حتی بتونیم الهام بگیریم استرالیا چه کرد که الان حرف برای گفتن داره. خب یا ژاپن چرا اینقدر پیش رفت، ژاپن چه شد، و حتی ترکیه. ما اینا رو باید بریم نگاه کنیم و از همین کتاب‌ها ذره ذره شروع می‌کنیم. و اگر بخوایم در داستان کوتاه که اصلا یک حوزه دیگه هست که ما این مفصله، اگر اجازه بدید در برنامه‌های بعد ما مشخصا صحبت می‌کنیم. خانم مریم ترابی خیلی خوش آمدید به برنامه. خوشحال شدیم که یک صحبت جالب هم در این برنامه انجام شد. و چون به آخر برنامه میرسیم، این کامراها در اختیارتان است. اگر یک حرفی برای گفتن دارید، یک پیامی برای بیننده کتابخوان دارید، اگر شعر دارید میخونید یا نمیدونم هر گفتنی دارید بگید، ما برنامه را جمع بست کنیم. بله، من از ویکتور هوگو یک جمله آریه میگیرم، میگه خوشبخت کسی است که به یکی از دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتابند. سپاسگزارم. تشکر بینندگان گرامی. این برنامه کتابخوان بود و ما تصمیم گرفتیم که در برنامه‌های بعدی باز شخصیت‌های مختلف از داخل و از خارج کشور رو بریم، مخصوصا اونهایی رو از کشورهای جلب کنیم که در کشورهایشان کتابخوانی، تبلیغ کتاب و مطالعه رشد کرده است و این عنعنه رو در برنامه کتابخوان ادامه خواهیم داد. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در پناه خدا بمانید. خدا حافظ شما.